دوستان عزیزم سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خوش اومدید به یکی دیگر از ویدیوهای کانال یوتیوبی من. امروز میخوایم با هم دیگه یک سری از قابلیت‌های جالب استودیو وان رو نگاه کنیم که خیلی من خوشم اومد ازش. گفتم که برای شما ویدیو بگیرم و داخل کانال بذارم که ببینید و لذت ببرید. فقط قبل از اینکه بریم و ویدیو رو ببینیم یه لطفی بکنید، کانال یوتیوبی من رو سابسکرایب کنید، در کنارش دکمه زنگوله رو بزنید، لایک و کامنت فراموش نشه. خیلی خب، این محیط استودیو وان هست که خیلی محیط سبک و راحتی داره. این سمت راست یک بروزری داره که شما میتونید هم اینسترومنت، هم افکت، هم فایل های صوتی که حالا میتونه سمپل باشه یا هر چیز دیگری بکشید از این قسمت و بندازید توی استودیو وان و استفاده کنید. یه سرچ خیلی باحال این بالا داره که من خیلی لذت بردم اینو دیدم. مثلا من اینجا یه VST به نام VST پیانو میخوام بیارم، اینجا پیانو رو مینویسم و اینجا VST های خودم رو که اسم پیانو توش هست میاد. هر VST رو سرچ کنید، مثلا سایلنت رو بنویسید، مثلا شما اینجا اسم سایلنت رو بنویسید، سایلنت رو میتونید اد کنید. الان من اینو میکشم میندازم اینجا، ببینید که خیلی راحت اد میشه. و اگه یک فایل مثلا میدی من الان اینجا بیارم، یه فایل میدی بکشم بندازم اینجا، ببینید خیلی سریع لود میشه و الان خیلی باحال این لود میشه. راحت میتونم از اینجا رنگش رو تغییر بدم و به راحتی میتونم با نگه داشتن آلت اینا رو کپی کنم و به راحتی میتونم با کلید جی اینا رو یکیشون کنم. خیلی جالبه که بدونید من اگه دی رو بزنم این به تعدادی که دلم بخواد خیلی راحت دوپلیکیت یا داپلیکیت گرفته میشه. ببینید چیز خیلی جالب تر اینه که من اینو بکشم پایین، خیلی راحت میاد فایل میدی من پایین و یه دونه ترک براش میسازه که اگه بیام اینجا مثلا الان VST مثلا سایلنت رو این بار من بکشم بیارم روی این دیگه، الان اینجا برای من این سایلنت رو میزنه. من بذارید این پریست رو روی پد قرار بدم، ولومش رو هم میارم پایین، ببینید. یا خیلی راحت میتونم اینو آلت رو نگه دارم بیارم بالا، ببینید خیلی خیلی سریع و خیلی جالب میشه این کار رو کرد. یا میتونم اینا رو جابجاشون کنم، مثلا الان اینو میارم پایین اینو میارم بالا. و خیلی جالبه بدونید من اگه رنگ این رو مثلا تغییرش بدم که مشخص شه، خیلی جالبه بدونید که اینا پیش‌فرض خودشون به میکسر متصل هست. استودیو وان هم مثل داوهای دیگه اینا به صورت پیش‌فرض توی میکس کانسول متصلن. میبینید جابجاشون میکنم جابجا میشن از اینجا و خیلی جالبه که الان مثلا من میتونم این فایل میدی رو بیارم اینجا دوباره، ببینید به راحتی کپی میشه. یا دی رو میتونم بزنم که همه اینا به این شکل کپی بشن. الان دوباره اینو پاک کنم دی رو بزنم اینا با هم کپی میشن و اینو من خیلی دوست دارم. خیلی میشه باهاش راحت بود، خیلی سریع میشه کار کرد باش. الان اینو میبینید اینجا داره کم و زیاد میشه. و قابلیت جالب بعدی من این دوتا رو اگه انتخاب کنم بیام اینجا راست کلیک کنم، اینجا گروپ سلکتد رو بزنم با کنترل جی هم میشه، اینا گروپ میشن به هم. مثلا گروپ 1 اسمش، کم و زیاد که بکنم با هم کم و زیاد میشه. سولو آن سولو بکنم با هم سولو آن سولو میشه. میوت با هم اتفاق میفته. توی بخش مختلف پروژه که دارم کار میکنم دیگه اینا به هم گروپ شدن. برای صدا سازی خیلی به درد میخوره. مثلا شما میخواید صدای چند تا پلاک رو با هم ترکیب کنید، چند تا بیس رو با هم ترکیب کنید، پد، این خیلی به درد میخوره. و اگه من آلت رو نگه دارم میتونم جداگانه، ببینید به صورت جداگانه میتونم الان آلت رو میگیرم سولو جداگانه میشه، مثلا میوت جداگانه میشه یا جداگانه ولومش کم و زیاد میشه و دوباره به صورت عادی. دوباره میتونم اینا رو انتخاب کنم، راست کلیک کنم، گروپ اساینمنت رو بزنم، از حالت گروپ درشون بیارم دیگه. ببینید از هم جدا شده. اصلا شما میتونید اینا رو انتخابش بکنید همزمان با هم دیگه. اینجا ببینید گروپ های ترک هایی که انتخاب میکنید همزمان یا دوباره به صورت گروپ، میبینید با اینکه یکیش انتخابه بالای و پایینی همزمان دارن با هم دیگه و آن گروپش که میکنید دیگه این اتفاق نمیفته. یعنی الان جدا شد. خیلی جالبه این قابلیت ها. و یه قابلیت خیلی باحال دیگه ای که داره، اگه شما یک درامزی رو بچینید، مثلا من اینجا کیک و کلپ رو من فعلا میچینم که شما متوجه منظور من بشید. یک کیک و یک کلپ، این کلپ رو هم میارم پایین من
میکس کنسول رو من ببندم. خب مثلا شما میاد توی پروژهتون به این شکل، من اینو انجام بدم که شما متوجه بشید منظور منو. اولا که خیلی راحت الان من اگه دیو بزنم اینا به تعداد زیاد کپی میشن وقتی انتخابشون کنیم و دیو بزنیم. دوما شما میخواید بیاید و برای هر کدوم از اینا رو جداگانه داشته باشید. مثلا درامز رو جداگانه داشته باشی، سینتات رو جداگانه. من میام اینجا روی این درامز راست کلیک میکنم. درامز رو اول باید با کلید کنترل انتخاب کنید. راست کلیک میکنم و اینجا پک فولدر رو میزنم و اسم اینو به درامز تغییر میدم. خیلی جالبه. چرا؟ چون من الان ببینید همه چی داره زده میشه. الان من میتونم بیام اینو میوت کنم درامزم رو، ببینید، و الان برم داخل فولدرش اینجا کلیک کنم، میتونم حالا بیام مثلا اینو میوت کنم، فقط این میوت باشه، مثلا کیکم، یا مثلا سولو کنم فقط کیکم باشه. میبینید این خیلی به درد بخوره. الان من اینجا میتونم کلا فقط درامزم رو سولو کنم یا همشون با هم داره پلی میشه، من یه لحظه درامزم رو سولو میکنم. خیلی این قابلیت به درد بخوره. یا میوت میکنم درامزم رو، یا مثلا الان سینت ها من گروپ میکنم، اینجا راست کلیک میکنم، میگم گروپ، ببخشید فولدرش میکنم، پک فولدر رو میزنم. الان من 2 تا فولدر دارم، یکیش درامزه، یکیش اون سینت ها. اینو مثلا مینویسم سینت ها، و من الان میتونم سینت هم رو سولو کنم، میتونم سینت هم رو میوت کنم و اینم بذار از میوت درارم، فقط درامزم باشه. خیلی من خوشم میاد از این قابلیت‌ها، خیلی قابلیت‌های باحالیه و مثلا میتونم اینا رو من الان جابجاشون کنم خیلی سریع و درگ. حواستون باشه که روی به این شکل نباید بندازیدش توی هم، باید بیارید بالا، این از این رنگ آبی در بیاد، مثلا این بالا میبینید به این شکل. به این راحتی شما میتونید مثلا الان اینو من اگه بیارم روی این، نه اینو باید بیارم پایین و رها کنم جابجا بشه. من اولش داشتم اشتباه جابجا میکردم. و نکته بعدی میخواستم بگم اینه که شما الان اینو مثلا میخوای اینو مثلا فکر کنید که اینو میخواید بیارید توی گروپ درامزتون، لازمه که این مثلا این بیاد توی گروپ دیگه هستن، اینو میکشید میارید بالا، حالا که آبی شد رها میکنید. الان چی شد؟ اومدش رفت توی گروپ درامز ما. این هم میبینید اینجا دقت کنید، این یه مقدار از این رنگ، اینو بذارید من که بتونم توضیح بدم، این سبزه رو میبینید، اینایی که پایینن از این یه مقدار جلوترن، یعنی توی گروپ اینن، توی فولدر اینن. من اشتباهی گروپ گفتم، منظورم همون فولدره. و اینو بزنیم این کوچیک میشه و این هم داخل اینه، داخل این فولدره. به همین راحتی میتونید همه چیز رو شما فولدر بندی کنید. یه قابلیت دیگری وجود داره که توی داوهای دیگه هم هست. بذارید من این گروپ ها رو، فولدر ها رو ریموو کنم که فولدر ها نباشن، که این قابلیت رو هم بهتون نشون بدم. ریموو ترک. خب مثلا شما اون فولدر به کنار که میاد براتون فولدر بندی میکنه برای سولو، آن سولو و کارهای دیگه. حالا یک چیز دیگه ای وجود داره. شما الان میخواید توی میکسر بیاید هم جداگانه بتونید مثلا روی اینا یک افکت رو بذارید، هم یه افکتی باشه که روی اینایی که جداگانه افکت گذاشتید در نهایت یک افکتی بذارید. یعنی چی؟ یعنی الان ما به صورت جداگانه میتونیم بیایم روی این استیج پیانو مثلا یه دونه اکولایزر بیاریم، پروکیوتیری، مثلا ما های اینو ببندیم به عنوان مثال. ببخشید من فقط بذارید این استیج پیانو رو سولو کنم. میبینید ما میتونیم بیایم این رو و در نهایت ما میخوایم که اینو این دوتا ترک که الان جداگانه مثلا ما روی این پیانوی، روی اینی که سایلنته، اینو بذارید مثلا سایلنت، روی این هم ما میتونیم دوباره یه افکت جدا قرار بدیم دیگه. خب اینجا این لاین سایلنت، مثلا روی این هم ما میتونیم بیایم یه دونه پروکیو مثلا من بیارم، مثلا روی اینم ما میتونیم بیایم مثلا لوکات انجام بدیم، مثلا روی این پد، یا مثلا هایشو کامل ببندیم. خب ولی میخوایم در نهایت هم یه چیزی انجام بدیم که روی این دوتا انجام بشه.
متوجه شدید؟ یعنی روی این دوتا انجام بشه. این دوتا رو انتخاب میکنیم، راست کلیک میکنیم و گزینه add باس for selected channel رو میزنیم. یه دونه دیگه اینجا به ما اینسرت میده. اگه ولومش رو کم کنیم این دوتا کم میشه، اگه ولومش رو زیاد کنیم این دوتا با هم دیگه، ببینید الان همه چی داره میزنه. خب من الان اینو ولومش رو کم کنم، زیاد کنم، روش افکت بیام بذارم، مثلا پرو Q3 بذارم، کلا یه لحظه میتونم بیام مثلا اینو کلا ببینید اون جایی که مختص سینت های منه این اتفاق میفته. یا درام زمان که کیک و کلپ هست، درامز راست کلیک میکنم اینجا، اد باس رو میزنم، یه باس ساخته میشه. میتونم بیام اینجا بنویسم اسمشو درام. آقا یه جایی هستش که من میخوام مثلا بیام یه لحظه مثلا با اتوماسیون میشه این کار رو انجام داد دیگه، یه لحظه مثلا بیام به این شکل، ببینید درامز هم اینجوری بشه. میبینید ما میتونیم به راحتی بیایم و روی این باس درامسمون، این باس سینت، مثلا اینو می‌نویسیم سینت، ما راحت میتونیم بیایم روی این باس درامزمون که هر رنگی دوست دارید میتونید، یه لحظه میتونیم بیایم ولومش رو بیاریم پایین، ولومش رو بیاریم بالا، میتونیم روش هر افکتی که میخوایم در واقع بذاریم و اینا خیلی کمک کننده است. الان من نگاه کنید ولوم باس درامزمو میارم پایین، ببینید میارم بالا، سینتامو میارم پایین، میارم بالا. توی میکس خیلی به ما کمک میکنه و کلا توی مدیریت پروژه خیلی به ما کمک میکنه این فولدر و گروپ و باس و پس ما میتونیم اینا رو با هم دیگه خیلی راحت مدیریتشون بکنیم توی استودیو وان. میبینید که چقدر جالب و هر ترکی مختص یک سینتی هست. مثلا اینجا سینت پیانو من، استیج پیانو که نوشتم از ابتدا تا انتها مختص پیانوه. سینت مثلا این سایلنتی که آوردم پد، مثلا اسمشو می‌نویسم پد، میتونه مختص پد باشه از ابتدا تا انتها. میتونم اینجا یه لحظه بیام مثلا اینو یه قیچی اینجا بزنم، مثلا این قسمت رو دیلیت کنم و الان دوباره میتونم جیو بزنم اینا به هم بچسبن، این قسمت خالی باشه و دوباره میتونم مثلا اینو بیارم عقب یه ذره، مثل بقیه داوها بیارم جلو و خیلی قابلیت‌های باحال دیگه که توی استودیو وان وجود داره و خیلی من ازش خوشم آمد. خیلی داو جالبی هستش، خیلی سبک، خیلی در واقع راحت میشه باش هر کاری کرد. مثلا این قسمت افکت ها شما بیاید مثلا میخواید یک افکت ها، مثلا اینجا فاب فیلتر رو ما داریم، مثلا سرچ نمی کنم میام تو فاب فیلتر، مثلا من میخوام یه دونه لیمیتر بیارم روی این پده، میکشم اینجا و ببینید چقدر جالب این لیمیتر میاد میفته روی کنسول پد. اگه من اینجا الان میکس کانسول رو بیارم، این پد بود دیگه، میبینید این پد اینجا رو ببینید، فاب فیلتر پرو L2 اومده اینجا، میبینید خیلی راحت میتونید اون رو بکشید بندازید روی همونطور که گفتم اون فیلتری که میخوام، مثلا MB مولتی بند بکشیم بندازیم روی این میاد. مثلا ما میخوایم ریورب بکش بنداز میاد و خیلی راحت و به درد بخور هستش این قابلیت ها و اینا خیلی به درد بخوره. با اینجا هم میتونید اینو ببریدش، بروزر رو میکسر رو بیارید ببرید و این گزینه ادیتور مربوط به نوت ها رو بیارید و ببریدش و خیلی داو باحالی هست. خیلی خوشم اومد ازش، گفتم که یه ویدیویی بگیرم که شما دوستان عزیز ببینید و لذت ببرید و امیدوارم که براتون کاربردی بوده باشه و به درد شما دوستان عزیز خورده باشه. تا ویدیوهای بعدی شما دوستان عزیز رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون.